عرض میکنم به بینندگان بینیت گرامی رادیو آزادی و به همه آنهایی که در چند دقیقه دیگر صحبت ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا خواهند کرد. امروز شنبه 4 ایون است. امروز در اکثر کشورهای عالم عید سعید فطر رو تجلیل میکنند و من با استفاده از فرصت همه شما عزیزان رو با این عید مبارک تبریک میگویم. برای همه شما آسایشتگی روزگار و در خانواده‌تان فیض و برکت رو تمنا دارم. ضمن الکای صبح بر وقت کاربران آزادی ویدیو از مناطق مختلف روسیه نوارهای نمازگذاری در مساجد و تجلیل از عید سعید فطر فرستادند که فکر میکنم ما در برنامه خبری آنها را جای خواهیم داد. نگفته نماند که در تاجیکستان عید فطر فردا تجلیل خواهند کرد. و حالا قبل از اون که به خبرها توجه کنیم نخست از باد و هوا میگیم. امروز در پراگ هوا صاف و بی‌غبار است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 29 درجه را تشکیل نماید. در مسکو نیز هوا آفتابی است و 23 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ هوا 27 درجه گرم می شود و در دوشنبه و هواشناسان هوای ابری را پیشگویی کردند. در دوام روز گرمی به 26 درجه خواهد رسید. ضمن در ادامه موضوع باد و هوا مرکز هواشناسی تاجیکستان به مردم هشدار داده است که در دوام این هفته بریدن باران و رعد و برق ادامه می‌یابد و ممکن است سطح آب در رودخانه‌های کشور بالا رود. این هم در حالی است که روزهای اخیر در نتیجه باران زیاد و آبخیزی سطح خنک در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان آسیب دیدند. یک ساکن نویه خراسان هم بر اثر سیلاب‌ها جان باخته است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند عین زمان کارهای برطرف سازی پیامد آفت طبیعی ادامه دارند. برای معاینه نمودن خسارات در نویه رودکی خراسان، ووسه و فرخار ولایت ختلان کمیسی‌ها عاید به حالت‌های فوق‌العاده کار خود را ادامه داده ایستادند. تاجیکستان یکی از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و در این فلاکت‌ها بیشتر از همه مردم کم‌بضاعت و کشاورزان آسیب و خسارات می‌بینند. تنها امسال در نتیجه سیل آبخیزی و دیگر فلاکت‌های طبیعی در کشور 15 نفر به هلاکت رسیدند و از این رو از شما بینندگان عزیز می‌خواهیم که در این روزها از احتیاط کار بگیرید. محمد 23 ساله و منصور 19 ساله دو برادری که در روسیه برای جشن عروسیشان پول کار می‌کردند در تابوت به تاجیکستان می‌آیند. برادران گریزوف و ساکنان نویاوان روز 1 ایون در یک صدمه نقلیاتی در مرز قزاقستان و روسیه جان باختند. جمشید وحیدوف یکی از نزدیکان فوتیدگان به رادیو آزادی گفت برادران برای عبور مرز به قزاقستان رفته دوباره به روسیه برمیگشتند که به فاجعه دچار شدند. بنابر قانون‌های مهاجرت در روسیه شهروندان خارجی مجبورند که هر 3 ماه مرز این کشور را عبور کنند. در این صدمه مرگاور 3 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند و تن دیگر در بیمارستان بستری هستند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت در روسیه گفت در نتیجه صدمه نقلیاتی همچنین گلبهار سلیمان و 55 ساله هلاک شده است. جسد دو برادر در حالی به وطن آورده می شود که خانواده در دهه آبشاران نویه شهر توس جسد دختر 20 ساله خود اوغلای زمان و را به خاک سپرد. روز 2 ایون در اینترنت ویدیویی نشر شد که در آن درباره یک صدمه مرگاور نقلیاتی در مرز قزاقستان با روسیه و هلاکت یک زن و یک دختر تاجیک خبر داده می شود. نفری که صدمه را نوار برداری کرده است می گفت 5 نفر از جمله 2 کودک در ماشین تمغه لادا پریورا دچار صدمه شدند و 2 نفر به هلاکت رسیده 3 تن دیگر را به بیمارستان بردند. در ویدیو شناسنامه زنی فوتیده نشان داده می شد که به اوغلای زمان و ساکن نویه شهر توس تعلق داشت. نمایندگی وزارت مهنت موجد و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت در این صدمه یک زن و 2 مرد و 1 کودک دیگر هم بودند که شخصیت آنها نامعلوم باقی مانده است. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. برخی از این مهاجران بر اثر بیماری، صدمه‌های نقلیاتی، فلاکت‌ها در جای کار، حمله، اختلاف بین خود تاجیک‌ها به هلاکت میرسند. عین زمان حکومت خود تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمیسازد و اقتصاد کشور را پایبند پولی مهاجران کرده است. و باید گفت که سال گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد. پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک بعد بازگشت به بروسل جریان سفرش را به آسیای مرکزی در یک ویدیوی کوتاه نتیجه گیری کرد، ولی جزئیاتی که امروز مردم از آنها میگویند در این ویدیو نیست. خلاصه منقدان این است که در سفر خود توسک رسما با هدف معرفی استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی صورت گرفت از بررسی آشکار و انتقادی وضع حقوق بشر در تاجیکستان صرف نظر شد و رهبر سیاسی اروپا در امر تقویت موقع اروپا در آسیای
روسیای مرکزی نمیخواهد با رهبران پایمال کننده آزادی ها مناسبت را بد کند. عکس استقبال دختران اطلس پوش از توسک در ناحیه درواز و گلپوشی آنها در زیر پای دیپلمات اروپایی یادآوری کمرنگی او از مسائل حقوق بشر در اظهارات مطبوعاتی با پرزیدنت رحمان از نظر آنهایی که این سفر را مشاهده کردند همچون موافقت دیپلماتی اروپایی با سیاست‌های حکومت تاجیکستان انتقاد شد. علاوه بر این پخش پره از صحبت توسک با تلویزیون دولتی تاجیکستان و جمله گویا که گفته است در حقیقت مردم تاجیک را شخصیت رهبری میکند که ساکنان سیاره در آرزوی چنین سرورند مورد تعجب بسیاری از فعالان شد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره اینکه تا کجا توسک میتوانست در مصاحبه با تلویزیون دولتی این حرفا را به زبان آورد، سخنگوی پرزیدنت شورای اروپا پاسخ مستقیم نداد. در جواب کتبی به نام رادیو آزادی سخنگوی او پربن امان نوشت: من تصدیق میکنم که ضرورت تامین حقوق بشر و آزادی های بنیادی در ملاقات پرزیدنت توسک و رحمان در دوشنبه هفته گذشته مطرح شد. این موضوع اینچنین در اظهارات مطبوعاتی توسک هم انعکاس شد که گفت هدف عالی هر سیاستمدار تامین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها است. در همین حال برخی شارحان در شبکه‌های اجتماعی نیز گفتند که با جای داشتن چنین یک جمله در صحبت‌های توسک باور ندارند و مطمئنند که این جمله هنگام ترجمه تحریف شده است. دونالد توسک اولین رهبر شورای اروپا است که هفته گذشته از تاجیکستان دیدن کرد و با نظر داشت این که اصلاحات دموکراتی یکی از هدفهای اصلی استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی میباشد، به قول فعالان حقوق و امور سیاسی در داخل و خارج تاجیکستان بسیاری ها انتظار داشتند که در مظهر عام راجع به مشکلات مربوط به حقوق بشر و وضع زندانی های سیاسی تاجیکستان اظهار نظر میکند. دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید که پیمان آماده است مکدونیای شمالی را همچون عضو سیوم این سازمان قبول کند. او می‌افزاید عضویت در ناتو به تمام مردم مکدونیای شمالی امنیت و رشد بیشتر بیارد. استولتنبرگ با سفر 2 روزه به مکدونیای شمالی سفر کرده است و دیروز او با سروزیر این کشور زوران زایف در شهر سکوپیه ملاقات داشت. سازمان امنیستی اینترنشنال مقامات ایران را برای حکم فوق‌العاده شدید و به گفته این سازمان بین‌المللی عمومی حقوق بشر ناعادلانه تنقید کرده است. روز 3 ایونی این سازمان گفت امر سالار داوودی قربانی اخیر تعقیب وکیلان مدافع ایرانی در 2 سال اخیر است. داوودی ماه نوامبر سال 2018 بازداشت شد و طبق گزارش‌ها به 30 سال زندان و 111 شلاق محکوم گردید. یکی از ابنامه‌های داوودی این بوده است که وکیل توسط شبکه اجتماعی تلگرام پایمالشوی حقوق را اطلاع داده است. چند پیش وکیل دیگری ایرانی نسرین ستوده به 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم شده بود. و بازم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستانیان. مقامات تاجیکستان میگویند سندهای ضروری را برای عفو مهاجران آماده و به مقامات روسیه پیشنهاد کردند. مسئولان نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند که با همکاران روسی خود در این سمت کار آغاز کردند و حتما عفو اعلان خواهد شد. موضوع عفو مهاجران تاجیک میانه ماه اپریل امسال هنگام سفر امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به روسیه صدا داد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت پیشنهاد عفو پذیرفته شده است و دو جانب سر جزئیات آن کار میکنند. و افزود خاموشی به معنای آن نیست که موضوع فراموش شده است. حالا پیشنهادها سر این است که کدام قانون شکنی ها مورد عفو قرار بگیرند و کدام نه. پیش از برگزاری عفو یا قانون گردانی ورود مهاجران ما آگاهی پخش میکنیم، گفت احمدی. حالا نزدیک به 200,000 شهروند تاجیکستان حق ورود به روسیه را ندارند. بیشتری آنها برای قانون ویرانکنی مأموری طریق حلنامه دادگاه از روسیه اخراج شدند. در این میان برخی از شهروندان 3 سال و برخی دیگر از 10 تا 17 سال نیز از حق ورود به روسیه محروم شدند. سال 2017 مقامات روسیه مرکه عفو اعلان کردند و بیش از 100,000 شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی کنند. زندگی و کار مهاجران در روسیه چندان شفاف نیست و بیشتری آنها کار قانونی ندارند. عاملی که اکثرا پس از آشکار شدن باعث به اخراج آنها می شود. خب پرزیدنت تاجیکستان ماه اپریل شماره مهاجران تاجیک را در روسیه 480,000 نفر حساب کرده بود. همتای روسیه و ولادیمیر پوتین برعکس مهاجران را 1,200,000 شمرد. حسابی که مثل سرنوشت صدها مهاجر تاجیک و وعده عفو نامعلوم باقی میماند.
و نزدیکان محکوم شدگانی که برای تشکیل آشوب در محبس خوجند ایبدار میشوند میگویند خویشاوندانشان را ناگهانی و به طور مرموز به دوشنبه انتقال دادند. به گفته نزدیکان زندانیان از تقدیر خویشاوندانشان خبر ندارند و نمیدانند که در پایتخت آنها چه احوال دارند. از آشوب محبس خوجند 6 ماه میگذرد و مقامات بیش از 30 نفر محبوس را برای همدستی در آن ایبدار کرده آنها را دوباره به جوابگری کشیدند. نزدیکان محکوم شدگان گفتند الکی روزی 4 است که از جای نگهداری فرزندانشان خبر ندارند. طبق اطلاع دریافتی در رابطه با آشوب محبس خوجند 33 محبوس دوباره به جوابگری کشیده شده است. خبرهای ضد و نقیض از وفات یکی از زندانیان بعد طلب 25 سال حبس از سوی دوستانه نیز وجود دارد، اما مقامات این خبر را رسما تصدیق نکردند. مقامات با دلیل مخفی بودن پرونده آشوب محبس خوجند از ارائه همه گونه معلومات خودداری میکنند. بررسی دادگاهی نفرانی که برای شرکت در آشوب محبس خوجند گمانبر دانسته میشوند ماه مارس از سوی دادرسان دادگاه عالی شروع شد و تا این وقت پشت درهای بسته میگذرد. نماینده دوستانی از دادگاه طلب کرده است به محبوسانی که در تشکیل آشوب ماه نوامبر سال گذشته در محبس خوجند متهمند بر علاوه دوره جزایشان از 10 تا 20 سال دیگر حکم زندان بدهد. در این میان نه تنها محبوسان بلکه 8 مأمور زندانی رقم 3 خوجند از جمله رهبری سابق آن نیز از سوی دادگاه مجازات شدند. و بینندگان عزیز در این قسمت صحبت چون همیشه نگاهی میاندازیم به قرب اسعار خارجی که از سوی بانک ملی برای امروز تعیین شده است. $1 9 سومانی 43 درم، 1 یورو 10 سومانی 55 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 144 سومانی، یعنی نسبت به روزهای پیش کمتر پایین اومده است روبل روسی. و با امید تنصیحاتی شما و با امید اینکه روز خوب داشته باشید، همه شما عزیزان را بعد 3 ساعت دیگر بازم در بخش مستقیم منتظر میشم. در همینجا در آزادی ویدیو فراموش نکنید روز خوب داشته باشید و بار دیگر عید سعید فطر رو برای همگی تبریک میگویم.